امروز 10/4/1404 جمال هستم، بچه مازندران، شهر شاهی. دوستان اومدم شما رو زندگی روستایی خودم آشنا کنم. تعداد اردک آوردم میخوام بزرگشون کنم. حالا مرحله به مرحله پیش میریم. از زندگی روزمره، از جایی که زندگی میکنم و باغ و محل کارم براتون فیلم میدم. دوستای عزیز، همینطور که میبینید یک کوچیک باغ داریم. البته اینجا فضای کارخونه است که توش بلال و گوجه و کدو و هم وقت سیفیجات و سبزیجات خوردنی خودمون کاشتیم داریم. زمینش کشاورزی برنج هم داریم. اینجا یه سری مرغ اردک هم دارم. اینم از مرغام. گل باقلی خانم آقا سینا بیا. مرغای خوشگل و نازنینی که میبینین خودم آوردم بزرگشون کردم. بچه‌ها یه چیز جالب بهتون نشون بدم. این میوه فشن فروده. فشن فرود جای استوایی باید در بیاره، اما اینجا خب مازندران دیگه کشت کردیم، یعنی کاشتمش در اومده. اینجا ما یه مثال داریم، میگه تخم هلو رو از تو دهنت در آوردی بندازی کافیه که به گل برسه خودش سال دیگه درخت میشه. بچه ها میخوام ببرمتون سر زمین شالی یا همون برنج. این برنج تاروم هاشمی اصله. نگاه کنه، این برنج تاروم هاشمی اصل. این قسمت همه تارومه، این قسمت همه جاش تارومه. اینجا همه تاروم. اینجا شیرودیه، برنج شیرودی. این هم زندگی روستایی دیگه. یکی از خوبی‌های زندگی روستایی یعنی اینجوری. امیدوارم از این فیلم خوشت اومده باشه. امیدوارم که سابسکرایب رو فراموش نکنین، لایک و کامنت فراموش نشه. منم عضو جدیدی از یوتیوب هستم. امیدوارم که همتون حمایت هم کنین. دمتون گرم، خیلی حال کردم. امیدوارم که شما با من حال کنین. کلی فیلم های دیگه جدید براتون میذارم دوستان.